سلام دوستان، امروز قراره با هم دیگه این سرکلیدی جذاب را ببافیم. بریم که با هم ببافیمش. برای بافت سر عروسک یه دونه حلقه جادویی میزنیم. داخل حلقه رو 6 تا پایه میزنیم. رج دوم 6 بار افزایش میدیم، پایه هامون میرسه به 12 پایه. در رج سوم یه پایه تک میزنیم، یه دونه افزایش میدیم، 6 بار تکرار میکنیم و پایه هامون میرسه به 18 پایه. رج چهارم 2 پایه تک میبافیم، یه دونه افزایش میدیم، پایه هامون میرسه به 24 پایه. رج سوم 3 پایه تک میبافیم، یه دونه افزایش میدیم، پایه هامون میرسه به 30 پایه. رج ششم 4 پایه تک میبافیم، یه دونه افزایش میدیم، 6 بار تکرار میکنیم و پایه هامون میرسه به 36 پایه. رج هفتم 5 پایه تک میبافیم، یه دونه افزایش میدیم، 6 بار تکرار میکنیم و پایه هامون میرسه به 42 پایه. از رج 8 تا رج 14 این 42 پایه رو ساده بافی میکنیم. رج 15 5 پایه تک میبافیم، و یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 36 پایه.
رج 16 4 پای تک می بافیم. یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 30 پایه. رج 17 3 پایه تک می بافیم. یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 24 پایه. رج 18 2 پایه تک میبافیم و یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 18 پایه. سر رو از الیاف پر میکنیم و در این رج 1 پایه تک میبافیم، یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 12 پایه. در رج آخر همه پایه ها رو کاهش میدیم و پایه هامون رو میرسونیم به 6 پایه. بعد هم نخ رو قطعش میکنیم و پایه ها رو در آخر بافت جمع میکنیم. برای بافت کلاه حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقه رو 6 تا پایه میزنیم. در ادامه بافت کلاه گرد بافی انجام میشه. رج دوم 6 بار افزایش، رج سوم 1 پایه افزایش، رج چهارم 2 پایه 1 افزایش، رج پنجم 3 پایه 1 افزایش، رج ششم 4 پایه 1 افزایش، رج هفتم 5 پایه 1 افزایش که پایه هامون میرسه به 42 پایه. از رج هشتم تا 16 این 42 پایه رو ساده بافی میکنیم. ساده بافیامون رو که انجام دادیم، سر رو داخل کلاه میگذاریم. نشان میگذاریم که اول رج رو گم نکنیم و 5 پایه میبافیم و یه دونه کاهش میدیم. 5 بار دیگه این 5 پایه کاهش رو انجام میدیم تا آخر رج. برای بافت چشم با رنگ سفید حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقه رو 6 تا پایه میزنیم.
رج دوم 6 بار افزایش میدیم و پایه هامون رو میرسونیم به 12 پایه. رج سوم این 12 پایه رو ساده بافی میکنیم. رج بعد رنگ سبز رو اضافه میکنیم و دیگه با رنگ سفید کاری نداریم. یه پایه تک میبافیم، یه دونه افزایش میدیم. 6 بار تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 18 پایه. پایه هامون رو که به 18 پایه رسوندیم، 2 رج ساده بافی میکنیم این 18 پایه رو. بعد از این 2 رج ساده بافی دوباره یه پایه تک میبافیم و یه دونه کاهش میدیم و پایه هامون رو میرسونیم به 12 پایه. توی چشم رو الیاف میگذاریم و بعد همه پایه ها رو کاهش میدیم و پایه هامون رو میرسونیم به 6 پایه. بعد نخ رو قطع میکنیم و پایه هامون رو جمع میکنیم آخر بافت. یه دونه چشم دیگه به همین شکل میبافیم. برای بافت موی جلوی سر یه دونه حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقه رو 8 تا پایه متوسط میزنیم. بعد حلقه رو میبندیم و یه دونه بست میزنیم توی پایه اول. به این شکل میشه. 2 عدد موی دیگه هم میبافیم ولی به این شکل حلقه جادویی میزنیم و توی حلقه رو 6 تا پایه کوتاه میزنیم. بعد حلقه رو میبندیم و توی پایه اول یه دونه بست میزنیم. یه دونه دیگه هم به همین شکل میبافیم.
خب دوستان، بافت سرکلیدی جذابمون تموم شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید، نظری اگر دارید توی کامنت ها بگذارید و همینطور کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای دیگه رو از دست ندید.